برای همین هر کسی که در شانس دادگی الله تعالی عزت دادگی در برای مقام ای وظیفه در برای پول و مال ای قدرتمند ای گپش میگذره این شانس ای دست نتین خدمت کنین مردم دا برای وطنتون برای ملتتون برای همسایت برای برادرت برای خواهرت انشالله هر کس حاجت بود کردی خداوند در فکر حاجت تا انشالله تو وقتی حاجت او را خالصا الله بود میکنی حاجت های دنیا با رشوه و با تقبازی و با خاطربینی بود میشه یک روز قیامت هیچ که دیگه وجود تقا نداره هیچ که دیگه وجود چی نیست وجود فقط عملات های انشالله در این دنیا که خالصا الله کاری یک کس بود کردی وجود خداوند ترا اینجا میگه سگ خاطری صاحب بشی جیانی فلانیه دوداری فلانیه کار بود میشه او جای خیلی نیست در خطاییم در هر قدم خطا میکنیم در هر حرف زدن خطا میکنیم یک کس چشم چرانی میکنیم دروغ میگیم خیانت میگیم از زبانمون یک گپ آدم که بسیار گپ زد یک گپی دروغ میبروید یک نگاه که چشمه همه زنای نامحرم هنوز ببینیم با زنگا دخترها هم به حیا شدگی در تیک توک در یوتیوب در فیسبوک برآمدگی اندامشون نشون میدن یا که در راه پیشت میبروید خدا رحمت کنه سعدی شیرازی رحمه الله را به همین خاطر گفته ای پروردگار مبین دریا تخته بندم کرده ای با میگوی که دامن تر نکن همه جو فسق فساد همه جو چیه در سلسله الحدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث روایت میشه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احب الاعمال الى الله عز وجل سرور يدخل على المسلم او يكشف عنه كربة او يقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا او كما قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید احب الاعمال الا الله عز وجل بهترین عمل نزد پروردگار عز وجل سرور يدخل على المسلم خوشحال کردن یک بنده مسلمه یک انسانی که مسلمانی را که اگر کسی که قلبش خوشحال کنه یک مشکلی را از او برطرف کنه یک کاری را از حاجتی او را بود کنه این بهترین اعمال نزد پروردگاری میده او یکشف عنه کربة از او یک مشکلی تا بنده مومن در یک بلا و مصیبت در یک سختی میافته پیشت میاد حاجت میگه که برادر حاجت مرا بود که همین قدرت داری تو بود میکنی بهترین عمل نزد پروردگاری میشه او یقضی عنه دینا یا قرضدار ای بنده میاد میگه که قرضدار هر روز در خانم اومده سای مشکلات های هر شب برآورده میکنی و آدم فریاد میکنی پول شمیتی میگی آدم دیگه چقا نشه یم بهترین عمل نزد پروردگار او تطرد عنه جوعا یا که یک انسان در زمستان ای تابستان ای تشنه ای گشنه ای لباس نداره که خوراکی که اوقات بخوره نداره روغنی که غذا درست کنه نداره آردی که نون بپزه تو همون گشنگی هم را برطرف میکنی این بهترین عمل یعنی الله سبحانه و تعالی اینقدر دوست میداره بنده هایی را که یک ایسی عمل انجام کنند محبوب خدا قرار میگیرند قال رسول الله صلی الله علیه وسلم السعی علی الارمله والمسکین كالمجاهد في سبيل الله والقائم الليل والصائم النهار او كما قال صحیح بخاری میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و سلم که هر کسی که یک دست یک مسکین بیچاره را بگیره یک حاجتی هم را بود کنه اون بنده مسکین و بیچاره یا اون مرد مومن برادر مومن در یک مشکلات مصیبت دستی هم را بگیره کمکش کنه یاردمش کنه بگه زیق نشه ما کار بود میکنم کل مجاهدی فی سبیل الله مانند مجاهدی که در راه خدا جهاد میکنه کو ثوابی اون را میگرفته خوش به حال همین آدمایی که امروز با تلفن کار بود میکنن در مقام و وظیفه گپشون لیزوای میگذره یک کار قدی نگاه که یک کار یک از بود میکنه خداوند چی مینویسش گویا که مجاهدی در راه خدا یا والقائم اللیل و صائم النهار ثوابی گویا که شو زنده دار بود روز روزدار بود برای یک کار بود کردن برای همین برادرایی که قدرت دارن مال دارن ثروت دارن یا خیلی فینانسی بود میکنن مالی بود میکنن یا خیلی مادی یا خیلی جسمی یا خیلی فکری
جسمی میاد میگه که تو بیار متریال تا ما خودم کریشت هم بپوشونم به پول که همین زمستون کودکان دبدرو زندگی کنن یا بیار چیتا میگه ما خودم میکنم یا یه آدمی دیگه راهنمایی میکنه میگه این خلقه ارزونت میغلطه اینه را میره اینجا میگه فکری یادت میته یا خلقه راهنمایی میکنه ثوابش مانند این بوده که فخرالدین که کل مجاهد فی سبیل الله و کسی که در راه خدا جهاد کرده باشه میدونید چه خلقه یگان چیز با جهاد افضلتر نیست که در راه خدا روز قیامت در همه درجه بلند مجاهدین هم دارن بعد از صدیقین و شهدا پیغمبرا شهیدای راه خدا اینقدر فضیلت دارن وقتی تو کاری یک کسبود میکنی خداوند تو را مانند یک مجاهد مینویسه یا که در روز قیامت کسانی درجه دارن که قیام لیل کردن شب زنده‌داری کردن شب و روز تا صبح خواب نرفتن یک ساعت خواب رفتن شب به سه قسم تقسیم کردن یک قسمش خواب رفتن یک قسمش ذکر کردن یک قسمش در نماز گذروندن اون قدر درجه دارن فردا روز قیامت خداوند تبارک و تعالی برای که آنها کسانی که شب زنده دارن الله سبحانه و تعالی میگه که کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار یستغفرون آنها کسانی بودن که شب رو با عبادت و ذکر گذراندن سحر با اومدن نماز ده استغفار کردن طلب مغفرت کردن ما برای او چی میتونم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون ما برای آنها که شب را با عبادت گذراندن با ذکر اذکار ای رخت خواب ای جوگای خواب شیرین ای نزدیک همسری عزیزش اومد به من راز نیاز کرد ما در جنت اولا چی نعمتایی میدونم که او هیچ که دیدگی نیست هیچ کردگی نیست یک انسان کار شب بود میکنی در خانت میاد و جا بود میکنی مانند یعنی گویا که شب زنده دار بودی روز روزدار بودی روزدار رو میدونی چقدر خداوند جزا خیرشو میتن چقدر فضیلت دارن در جنت یک دروازه منادی یونادیو میگه یک صدا زننده فریاد میکنه که ایها الصائمون ای صائمان روزداران کی جدا بین همی در بدرین کسی که روزه گرفتگی برای همین هر کسی که در شانس دادگی الله تعالی عزت دادگی در برای مقام ای وظیفه در برای پول و مال ای قدرتمند ای گپش میگذره این شانس ای دست نتین خدمت کنین مردم در برای وطنتون برای ملتتون برای همسایت برای برادرت برای خواهرت انشالله هر کس حاجت چه بود کردی خداوند در فکر حاجتی تا انشالله تو وقتی حاجتی او را خالصا الله بود میکنی حاجت های دنیا با رشوه و با تقبازی و با خاطربینی بود میشه نه که روز قیامت هیچ که دیگه وجود تقا نداره هیچ که دیگه وجود چی نیست وجود فقط عملو تای انشالله در دنیا که خالصا الله کاری یک کس بود کردی وجود خداوند تو را اینجا میگه سگ خاطری صاحب بشی جیانی فلانیه داداری فلانیه کار بود میشه او جای خیلی نیست مادرمون بی فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نصیحت گویه فاطمه گویه لختی جگرم ای بچه‌م گفت احتیاط که گناه کبیره صغیره کی آدم هلاک میکنه بی و شرم نصیحت کرد فردا من نمیتونم میگن تو دختری ما پیغمبری ما ترا اوجا چیکار میتونم گفت قدر شریعت چه خیلی شریعت دیگه چی نیست او فقط عملوی نیک برای هم میگه یکی دستت میرسد کاری بکن قبل از اون که از دستت نیاد هیچ کار امروز که قدرت داری امروز که بول داری یک از در خانت اومد حاجت چه بود که یک از زنگ زد که اکا در همون جای خیم کاری مورا ببین این هم ای وظیفه و مقام همی وقتینچه هم ای میگذره این پولداری هم همی خیلی هر یا پولدار دیدیم آخیر چی شده و همین خاطر هم ای شانس ایدست نتین خداوند تبارک الله انسان امتحان میکنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کل بنی آدم خطاون و خیر خطائین التوابون او کما قال رواه ابن ماجه میگه کل بنی آدم خطاون هر فرزندی آدم هر فرزندی آدم از جمله خطاکاران ما انسان ها از کلمه نسیان گرفته خطاکاریم فراموشکاریم همه آدم ها میگه خطاکارن و خیر خطائین التوابون بهترین خطا کننده توبه کننده وقتی که توبه کردی انشالله بگه ای داده بابا عمر به نادانی تو قدر خود کی دانی وقتی که زیر لحد تنها مانی گویی که کنم توبه ولی نتوانی زود در همین دنیا توبه کنین استغفر الله بگین هر گناهی کردین استغفر الله عظیم بارا گفتم
این الحسنات یذهبن السیئات. وقتی نیکی بعد گناه تو سر زد در یا نیکی که یک صدقه یک خیر یک سبحان الله یا نماز شب بخون روزه بگی یک کاری خیر که همو گناه تا بود در چیکنه ببخشه خدا. هیچ کنه که ما ملائکه ما ای صوفیو ما ایدیسی ما یکون گناه نمیشه نه هر مامون در خطاییم در هر راه قدم خطا میکنیم در هر حرف زدن خطا میکنیم یک از چشم چرانی میگیم دروغ میگیم خیانت میگیم از زبانمون یک گپ آدم که بسیار گپ زد یک گپی دروغ میبروید یک نگاه که چشمه همه زنای نامحرم هنوز ببینیم با زنگا دخترها هم خب بی‌حیا شدگی که در تیک توک در یوتیوب در فیسبوک برآمدگی اندامشون نشون میدن یا که در راه پیشت میبروید خدا رحمت کنه سعدی شیرازی رحمه الله را به همین خاطر گفته ای پروردگار مبین دریا تخته بندم کرده ای با میگوی که دامن تر نکن همه جو فسق فساد همه جو چیه به همین خاطر بسیار توبه کنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سید جامی در مورد ملائکه یک روز دو بار میفرویند انسان ها را میبینن میبرن خدا را خبر میتن. یکم در نماز بامداد میفرویند با ای بامداد تو عصر میستن عصر ده بعد میرون خبر میدن که شیخ مصطفی مولوی و فلانی فاروق اکای حاجی فردوسی در نماز بودن در چیز بودن وقتی ما پوی میدیم در نماز بامداد در صف اول بودن نماز بامداد با جماعت خوندن با عصر دم چیکار میکنن با قول معروف ما اسمو پرکلیچ که چیه ملائکه های میان نگاه میکنن. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تجمع ملائکه اللیل و ملائکه النهار فی صلاة الفجر. ملائکه جمع میشن در شب و روز در نماز فجر یعنی نماز فجر را چیکار میکنن نزول میکنن پایان میان برای همین نماز فجر خواب نری نماز فجر بخیزین اگر نه اومده مسجد در خونتون بخیزین که اون وقت میآیند میفرویند کو نگاه میکنن شاوده کو کی میخیزه کی میخیزه به خدا روزی نیاز میکنن. فهمیدید این مسئله را در هر حالتی باشین نماز فجر یعنی نماز بامداد اینقدر نماز مهمه که رسول اکرم صلی الله علیه و در مورد نماز فجر بسیار چیزا گفت من صلی صلاه فجر فهو فی ذمة الله. هر کسی نماز فجر را خواند در ذمه خدا یا که فرمود من صلی صلاه بردین دخل الجنه دو نمازی که خنکه که یکی نماز بامداد یکی نماز عصر هر کسی خوندش داخل جنت میشود. بسیار حدیث در مورد نماز بامداد گفت اینقدر نماز بامداد مهمه اینقدر فضیلت‌های مکثر دارد در نماز بامداد دعا مستجاب میشود خداوند مشکلات حل میکنه خداوند تبارک و تعالی هر سحر خستی شکرانه پروردگار به جا میگه که ای پروردگار الحمدلله که مرا بیدار کردی امروز اومدم خیلی زنده شدم. خب برادر مرگ وقتی انسان بسیار دم خواب رفتن سحر نخستن خدا رحمتی بغالتر بداره این ترغنفا کو در چیز 11 شب همون شب خوش میکنه هم میشینه همش قدی خیر خوش میکنه خبر میگیره پدرش برادرش خواب میره وقت همسر عزیز میخواد که خواب بر وقت جون برآمده خدای تعالی روی وقتی که بسیار وقت خواب رفتین شروع صلوات بگین و تورات خورین خدای نگرده بسیار دمو بود که سحر دیگه نخستن چندوشون هم مشاهدین